هنگامه هویدا هستم، متولد 1357 تهران، دانش آموخته رشته زبان و ادبیات فارسی و مشغول به تحصیل در رشته زبان و تمدن‌های شرقی دانشگاه سوربن. تاکنون از من 2 مجموعه شعر و 2 کتاب ترجمه از فرانسه در ایران منتشر شده و مجموعه شعر سومم توسط نشر مروارید در مسیر انتشاره. ممنونم از اینکه برای شعرخوانی از من دعوت کردید. 2 شعر انتخاب کردم که براتون میخونم. اولین شعر: زندگی منقرض نشده و برهنه‌ای بودیم، در شکاف استخوان‌های لخت یک ماموت و از حفره‌های چشم او دیدیم تمام بیشه‌های دنیا یخ زده است. یخ زده است تصویر برفکی درختان میان قاب در دشت یک تلویزیون، روی آنتن‌های بلند ساختمان‌های چرک و کثیف. زندگی منقرض نشده و برهنه‌ای بودیم، میان ملحفه‌های سفید، روی بندهای رخت آویزان، در رفت آمدهای باد، میان دود سرب و گازوئیل. چشم‌های قرمز، دهان‌های باز و جهانی که هر بار در یک وعده غذایی بلعیده میشد. جهانی با طعم مایونز، کوکاکولا. زندگی منقرض نشده و برهنه‌ای بودیم که سقوط می‌کرد با فوران آبشارهای چربی و پیل از مقابل غارهای گوشتی و فرو می‌ریخت در خیابان‌ها، فرو می‌ریخت سیلابی از آدم. زندگی منقرض نشده و برهنه‌ای بودیم، کف دست‌های سیاه خیابان. و شعر بعدی: یادت نیست دختر جان، ما درها را بستیم و پنجره ها را و هنوز صدای تیراندازی از خیابان به گوش می رسید. 5 شنبه‌های آتش بس ما سکوت می کردیم و همیشه یکی از میانمان می رفت. تو یادت نیست دختر جان، ما در آن شبها پشت تنهای دوستانمان سنگر می گرفتیم و دیوارهای خانه دستهایش را روی سرمان می آورد و خم می شد. ما به آن رفتنها عادت داشتیم و به آن فرو ریختن ناگهانی دیوارها. به بالا رفتن پرچمها عادت می کنی دختر جان و به پایین کشیده شدنشان و به دوستانت که کم کم دشمن می شوند و خاطراتت را آنگونه که می خواهی تعریف می کنی. اصوات حجم خود را از دست می دهند و خیابان انگار پرتگاهی باشد گذشته را در خودش فرو می برد. اما وقتی دور می شوی، وقتی داری از اینجا دور می شوی دختر جان، همیشه یک سایه جای تک تک دیوارهای فرو ریخته، جای تک تک دوستانت روی زمین می لنگد و از پیت می آید.